إن الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، نجوم الهدى، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، إرغاما لمن رفض وشتم وابتدع. اللهم أرنا في هؤلاء الشتامين أجائب قدرتك، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق. اللهم اجعلنا من المتبعين لأصحاب نبيك بالإحسان. اللهم اغفر لنا ما قد مضى واعصمنا فيما بقي. اللهم اغفر ذنوبنا واغسل حوبنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا واسترنا واغفر لنا ما قد مضى واعصمنا فيما بقی. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه، اول خودم بعد دیگران و قبل از هر چیزی بعد شما بینندگان ارجمند، آن را از خداوند خواهانم که بر زبان این بنده ناچیز جاری نماید، و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی‌هایش، از خورشید معنویتش برای اصلاح خود و جامعه و دنیا و آخرت خود سود ببریم. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه دوم از سوره مبارکه رعد که امروز جلسه سوممون روی این آیه شریفه می باشد. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون طبق معمول ترجمه و تفسیرش را. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداوند یکتاست، رب جهان. یعنی چی؟ یعنی ولایت تکوینی تنها از آن خداونده، قیمومیت تنها از آن خداونده، سرپرستی تنها از آن خداونده، پادشاهی تنها از آن خداونده،
حکومت تنها از آن خداونده بر همه هستی، نه فقط روی این کره زمین. لیکن این کره زمین یه انسان دفاعی رو ایجاد کرده، یه حیوان دفاعی را که بهش اختیاری داده، یه اختیار و چنان مکرمش کرده که اونو سرور زمین قرار داده با این اختیاری که انتخاب کرده خودش. اون موقع این انسان، این حیوان دو پا، به جای اینکه شکر نعمت کنه، به جای اینکه تابع پروردگارش باشه، میره عیسی رو خدا میکنه، میره عزیر رو خدا میکنه، میره 14 معصوم میشتراشه و 14 خدا درست میکنه، میره 14,000 شیخ و پیر و پاتال و قلندر و قطب و غیر ذالک درست میکنه و اونها رو خدا میکنه. این است خلاصه جریان انحراف ادیان و مذاهب در طول تاریخ. جنگ پیغمبران با بددینان بوده، نه با بیدینان. چون بیدینی یه پدیده جدیدی است در دنیا، سابقا بسیار نادر بوده. یک جمعیت بزرگ رو تشکیل نمیداده. نتیجه بددینی اروپا، نتیجه بددینی کلیسا، بیدینی به وجود آمد. درست مثل نتیجه بددینی مدعیان تشیع که میلیون ها از دین گریزانند. خداوند یکتاست، رب جهان، همان کس که افراشت هفت آسمان. چرا یکتاست؟ چرا ولایت تکوینی از اوست؟ برای کائنات خلق کرده. چرا ولایت تکوینی مال ائمه نباشه؟ عمر کاری نیستن. مثل بقیه چیکارن؟ اگه نفس نمیکشیدن، همین اکسیژنی که خدا گذاشته میمردن یا نه؟ ائمه میمردن؟ هوا مردن رفتن؟ نه، زنده، زیر زمین زنده. چقدر احمقن اینا، زیر زمین زنده. با یکی شما مناظره میکردم در المستقله، اسمش اسدی بود که بعدا از درندگان رژیم جدید عراق شد. گفت که بزرگان زنده اند فلان از این حرفا، و از جمله پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده، زیر قبرش، داخل قبرش زنده. گفتم اگه پدرت زنده می بود، اگه پدر، اولا قرآن میگه انک میتون و انهم میتون، تمام شده. بعد اون زندگی خاصی است که خدا داند چگونه، نه این زندگی که من شما داریم. عند ربهم. بعد اگه پدر زیر زمین زنده می بود، نجاتش میدادید یا نه؟ پیغمبر زیر زمین زنده و نجاتش نمیدی؟ دهنش خشک شد. چی شد دهنت خشک شد؟ جوابی نداره. خداوند زنده دائمی است. اگه مردگان زنده اند، شهدا زنده اند، همه پس فرقشون با خدا چی شد؟ آقا قرآن میگه زنده اند. بله، اون زندگی عند ربهم، پیش پروردگارشون روزی میخوره. این زندگی دیگریه. دنیای برزخ دنیای دیگری است. بله. اما خداوند چرا ولایت تکوینی داره؟ چرا حاکم جهانه؟ برای خالقشه، کائنات خلق کرده. برفراش در آسمان ها ستون، که چشم است از دیدن آن زبون. پس از آن بیاراست عرش عظیم، خداوند یکتا، خدای حکیم. خب اینجا عرش و به آراستن ترجمه کرده. ثم استوى، از یک بحث بزرگ و اختلاف شدید کلامی با این کلمه فرار کرده. بلکه بیاراست چیز عمومیه، اما غیر از یک بیاراسته، بیار آراستن یکی از معانی استواه. به تسخیر آورد عرش از خورشید و ماه، بود هر یکی را
خدا اون موقع خدایش داده به امام عج، به بوتی به نام امام زمان. چرا؟ هیچ کار معقولی انسان نباید بپذیره همینجوری، بخصوص اونایی که به اصطلاح خودشون یکی از اصول دین چرا؟ برای اینکه عقلشون رو تسلیم وحی نکردند. علتش اینه. نشانهای حق را سلیس و عیان به تفصیل فرموده یزدان آیت‌ها را مفصل بیان کرده. چرا نکرده؟ برای که نه دروغای بیش نیست، بت‌های بیش نیست، نیرنگ‌های سیاسی بیش نیست، توطئه‌های بیش نیست. علتش اینه. با این توطئه‌ها جنگیده. سراسر قرآن جنگ با این توطئه‌ها و با این مکرها گرفته، تا عزیر پرستی، تا امام پرستی، تا نشانهای حق را سلیس و عیان به تفصیل فرموده یزدان بیان، که شاید به دیدار پروردگار بگردید مؤمن به روز شمار. همه این آیه ها رو بیان کرده تا اینکه شما بدونید که کار علیه. سر قبر میاد، در وقت جون کندن میاد بیرون، بعد از جون کندن در قیامت هم میاد. چرا آخه؟ سر خود علی که میره از پیغمبران بالاتره؟ با این مشنگویی ها یه مشتی احمق خام درست کردن سوارشونن. بکش تروریستی، همه احزاب تروریستی، همه فاشیستگری ها با اطاعت مطلق شروع میشه، با چشمندی شروع میشه و هیچ فرقی در این مورد با حزب کمونیست یا با حزب خامنه‌ای یا با امامت یا با ولایت نیست. هیچ فرقی ندارن. یا با تصوف کورکورانه. بهش دستور میده که من و پیروانم با بصیرت به سوی خدا دعوت میکنیم، نه با کورکورانه. شاگردان پیغمبر خدا صلی الله علیه و چنان پرورششون داده بود و چنان دوستش داشتن تا سرحد پرستش دوستش داشتن، آب و وضوشون رو میذاشتن زمین بیفته. مثال عرض میکنم. با این حال در جنگ بدر تعدادشون 3 برابر مسلمانانه. ایران رو هم طرفدارشونن، قدرت جهان هم طرفدارشونن. یکی از شاگردانش ازش سوال میکنه از پیامبر، ای پیامبر خدا، اینجایی که شما کرده یا اگر رأی و مشورته، من نظرم اینه که بریم سر اون آب رو ببندیم که ما آب داشته باشیم دشمنانمون نداشته باشن. چه رأی خوبی است. حرفشو قبول کرد. پیغمبر خدا که بهش وحی میشه رأی دیگران رو قبول میکنه. شما مشورت بکن. جوه مجلس شورایی شما از اهل سنت گرفتید و بیش به اندازه یک پشیز هم ارزش قائل نیستید. اگه خامنه‌ای امضا نکنه کل مجلس شورا هیچی نیست. این چه مجلسیه؟ از این مجلس شورا هیچ ولذا دو سایه حقیقی، یه دولتی که برای
نیاز پیدا کردید. خودتون هیچی ندارید جز هارت و پورت، جز دروغ، جز نیرنگ، جز فریب، جز ترور، قتل، غارت، دزدی. از روزی که مختار و ابن سبع سر بلند کردن تا زمانی که خمینی و خامنه‌ای هستن، طول تاریخ ننگینتون هم همینطوره. یک نقطه عزت هم ندارید. با این تاریخ ننگین میگه اسلام برتر. انسان مشنگ باشه، مست باشه که این حرف بزنه، نه که آقای خامنه‌ای بگه اسلام برتر. شرم نمیکنی شما؟ اسلام برترتون همینه؟ هر جا که فسادی هست در دنیا دستتون توش هست. این اسلام برتر شد؟ به غیر عمد ترونها. اینجا یه چیز قابل ملاحظه. خداوند در اینجا از جهان اعلی حرف شروع کرده، با وجود که با ما زمینیان حرف میزنه، لیکن آسمان بلند کردن اگه یک استعمال بشری باشه، شما چیکار میکنید؟ رفعت و ریموت کنترل، اینو بلند کردم، برداشتم، برافراشتم مثلا. یعنی این میکنه که شما یه چیزی در وضعیت خاصی بوده، بعد شما اون ولذا در سوره یوسف آیه 100 خوندیم که و رفع ابواه الی العرش. یوسف رفع همین رفعه، برافراشتن، بلند کردن. یوسف والدینش رو بر عرش گذاشت. یعنی چی؟ کمتر به مقام بالاتر برد. زمین بودن روی تخت نشون. مثلا عرض میکنم، خب اینجا سوال پیش میاد، آیا آسمان ها در یه وضع پایینتری بودن، در یه موقعیت کمتری بودن که خداوند اونها رو برداشته با روز؟ بعضی از اهل علم خدا رحمتشون کنه میگن که شما میگی که خدا رو ببین که چه فیل بزرگی درست کرده، آیا مگه فیل کوچک بوده که بعد بزرگش کرده؟ نه، فیل همینجوری خلق کرده، بزرگ خلقش کرده. که مورچه رو کوچک کرده، مورچه رو یا پشه رو، مگه این بزرگ بوده کوچک کرده؟ نه، همینجوری خلقش کرده. و اینجا وقتی خدا سبحانه و تعالی میفرماد که الله الذي رفع السماوات بغیر عمد، کرده. یعنی چی؟ یعنی همچنان آسمان را اینچونی خلق کرده. در عرف بشری معنای رفع مقتضاش اینه که یه چیزی پایینتر بوده بعد بلندترش کرده، لیکن خلق خداوند تعداد همین متصل میشه به نظر من شماها، در صورتی که این چونی نیست. آسمان به زمین منطبق نمیشه. هر جا رو نگاه کنیم، همه کره زمین حرکت کنیم، هیچ کسی یه عمودی نمیبینه، یه ستونی نمیبینه که میشه. ستونهایی غیر مرئی وجود داره یا اصلا ستونی وجود نداره.
یا اینکه پشت سر این برافراشتن امر دیگری هست. چیزی که برافراشته بشه سوره حج در آیه 65 میفرماد که و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، آسمان نگه میداره که بر زمین بیفته مگر به اذن خودش. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. خب اینجا خداوند وقتی میفرماید یمسک، یعنی که خداوند سبحانه و تعالی قوانین خاصی بر اونها گذاشته که هنوز ما این قوانین رو نشناختیم. اما بخصوص جیولوژیست ها ماهواره ها هیچ جا نه در آسمان و نه در زمین ستونی ندیدن. مهندسان امروز مسابقه میدن تقریبا تا اینکه سقف های درست کنند که ستون نداشته باشه، لیکن تا حالا پس اینجا یا اینکه خدا سبحانه و تعالی آسمان ها رو بر یک ستون های بسیار دقیق و لطیفی گذاشته که چشم ازش عاجزه، قدرت دید همچنان برافراشته. بلکه عمد اسم جمعی نداره، مفردش عموده یا عماده. و این آیه تفسیر به اونچه که فصلترش میگه و که اونجا به شکل اجمال ذکر کرده بود، مثل هر آیه‌ای در آسمان ها و زمین که ازش رد میشن و ازش اعراض میکنن، روش اصلا اندیشه نمیکنن، دلشون تو قبر هاست و این ور اون ورا. اینجا خدا سبحانه و تعالی توضیح میده سماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها را در نظر شما در روی کره زمین هست، شما اونها رو نمیتونید ببینید و تعجبی نیست که مخلوقاتی باشه که من شما نبینیم، بلکه چشم وسیله ادراکه، وسیله درکه، وسیله دیده، قانون خاص خودشو داره، یه چیزایی رو میبینه یه چیزایی رو نمیبینه. طولش 2 متره، شما میبینیش قشنگ هی دور میشه کوچکتر میشه. شما میری رو با هواپیما سوار میشه، نگاه میکنی پایین، افراد چقدر ریزن، تا اینکه این تصویر اصلا متلاشی. معنی این سخن چیه؟ یعنی که قانون دید محکوم به قانونی خود این قانون محکوم به یک علل معلولیه، یک حدود مشخصی داره. قوانین دیگری هست. همه اینهای قرنها برق وجود داشته، کسی نمیشناختش، نمیدیدش تا اینکه کشف شده. پس
این که چیزی وجود داشته باشه و من شما درکش نکنیم یا نبینیمش تعجبی درش نیست، بلکه حواس پنجگانه من شما، نیروهای و دلیل میگیره از اون چی که در این هستی گذاشته و به دانشمندان اجازه میده، به بشر اجازه میده که قوانین رو کشف کنن، نیروهایی رو کشف کنن که نبوده. همین نیروها رو من شما استفاده میکنیم قادر به درک هر چیزی نیست. بله نه من پرسیدم گفتند که بر شما جواب دادم، گفتند که پیش شما مشکل نداره. بله درست. پیش من تصویر هست، البته پیش من تصویر هست. من پرسیدم گفتم که به شما جواب دادم، گفتم که پیش شما از حرصتون و پیگیریتون خیلی متشکرم آقای یوسف. دیدیم که انسان بسیاری استفاده میکنه بدون که اونها رو درک کنه. این موضوع رو توضیح میده که رؤیت من شما به آسمانی که برافراشته مرفوع بدون ستونهایی که من شما ببینیم دو تا معنی میتونه داشته باشه. ممکنه که ستونهایی برای آسمان ها، یا اینکه نه این آسمان ها برافراشته به طور مطلق ستونی وجود نداره. در بنا فرضی اولی ممکنه این ستون ها در آینده کشف بشه یا نیروی دیگری باشه، یا اینکه نه اصلا ستونی وجود نداره. هر دو معنی ممکنه از اینجا. به غیر شما به فرزند میگه من میرم بیرون تو درس تو بخون. این که درس تو بخونی سخن خبریه، لیکن مقصود از اون انشائه و ابراز سخن انشایی در مقام منده قابل ملاحظه. لا این سخن یک کلام خبریه. شما خبر میدید که خداوند اون رو رحمت کرده، در صورتی که من شما نمیدونیم که واقعا خداوند اون رو رحمت کرده یا نه، لیکن بنا به تفاعل این حرف رو میزنیم. اینو بگیم این معنی دعایه، لیکن اونجا معنی تفاعله ولذا کلام خبریه. اینجا خداوند وقتی میفرمود به غیر عمد ترونها،
یعنی دقت کنید، خوب تأمل و هر چقدر که میتونید دعوت به سخن میکنه، دعوت به تأمل میکنه تا همه حواستو جمع کنید، اینا رو برانگیخته میکنه. یعنی چی؟ یعنی از سخن خودش خیلی مطمئنه، از صنعت خودش خیلی مطمئنه. به عنوان مثال در زندگی من شما ولله المثل الاعلی، بقال میگه که این 100% پشمه، میگه بله، اگه میخوایی یه تکش آتش بزن، به نگاهشون با کبریت مثلا، چون مطمئن از کارهای خودش. اینجا خدا سبحانه و تعالی وقتی میفرماد که شما بنگرید به اندازه بینایی خودتون، شما هیچ جا ستونی نخواهید دید، هم شما و هم بقیه بشر. هر انسانی افق خودشو داره، دید و نظر خاص خودشو داره بر حسب قدرت دیدش. بعضی چشمشون چون ضعیفه که در مقابل چشمشون نیاز به مثلا عینک قوی دارید که مشکل حل کنید. افقها نسبت هر انسانی متفاوته. در اصطلاح روزمره من شما میگم که فلانی نظرش وسیعه، فلانی نظرش تنگه. این در واقع چیز مادیه. بعد به چیز زمین که بگه که آقا ما روی کره زمین یه ستون دیدیم، ستون آسمانه. آیا برای بعدی ها این چیز پیش خواهد آمد؟ مثلا ستون ببینن؟ خب الان ماهواره ها این دلیل بر صدق قضیه است که قرآن مطرح کرده. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. سماوات، آسمان ها. سماوات جمع سماع. سما یعنی بالا. آب نازل کرده که باران از ابرها میاد، ابرها که بالا سر انسانه، و این ابرها در واقع معلق در آسمان. پشت ابرها هم حتی برید هم بالا سری هست. و وقتی که آسمان گفته بشه به طور مطلق، زمین شمرده میشه، آسمان اولیا. وقتی که مردم میخوان بدونند که حقیقت آسمان چیه، آیا جرم داره، جرم نداره، آیا امتداد این فضاست، امتداد این هواست، دانشمندان بر یک سخن متفق نیستند. لیکن خداوند سبحانه و تعالی خودش را ادله این که ثانیه این جهان اوست در همه این هستی پراکنده کرده که نه امام زمان و نه امام کوران و کران و نه بشر پرستی و نه عیسی پرستی و نه عزیر پرستی، هیچ کدوم از اینها جزش نیست. بعد انسان در نفس انسان انفسکم افلا تبصرون، دستور زاریات میکنیم، در نفس خودتون دلیل های متعدد وجود داره برای وجود خداوند.
آیا نمیبینید؟ یعنی به نفس خودت نگاه کن، چیز جدیدی، سر جدیدی رو از انسان از نفس خودش هم تعجب میکنه. هر روز کشفیاتی که اکتشافاتی که دانشمندان سابق ازش عاجز بودن. ممکنه بعضی رو الان شما درک کردیم، هنوز خیلی چیزا هست که درک نکردیم. مجهولات این جهان خیلی بیشتر است الا قلیلا، جز اندکی به شما علم داده نشده. این اندکی که داده شده انسان مثل چارپا جفتک میزنه. این که بعضی از مجهولات رو در گذشته شناختیم، این نشانیه اینه که در آینده حتما چیزای جدید رو نشون میدیم. و هم در نفس خودتون تا براتون روشن بشه که خداوند حقه، توحید حقه، یکتاپرستی حقه. چرا نگفت که از آیه های من یه امام هپروتی هست که در سرداب عراق چسبیده، گم شده اونجا، پوسیده؟ چرا اینو نگفت؟ خب معنی سنوریهم، این سین برای آینده، یعنی که هنوز این دیدن تمام نشده، هنوز این اندیشه تمام نشده. و اونه که قرآن رو در میانشون نازل شده اینجوری خوندن، ما هم همینطوری میخونیم و همچنان آیه هایی در قرآن خواهد بود. قرآن بلا تشبیه زاینده رود، البته که زاینده رود خوش شده، زاینده علم برای هر زمانی چیز جدیدی داره تا قیامت. خدا سبحانه میفرماید که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. همانا پیدایش آسمان ها و زمین بزرگتر از پیدایش مردمه، از ایجاد مردمه، لیکن اکثر مردم نمیدانند. شما وقتی راجع به پیدایش آسمان ها و زمین اندیشه میکنید، ببینید یه مسئله بسیار بزرگیه. به مجردی که شما تأملش رو بکنید حیران میشید. حتی راجع به خلقت خودت، راجع به تکوین خودت، در صورت شما یک انسان بیشتر نیستی، مکان معینی هستید، عمر معینی دارید، آغاز میشه به نهایت میرسه. اما خلقت آسمان ها و زمین چطور که از قبل از تو بودن و قرنها بعد از تو خواهند بود تا اینکه به امر خداوند از بین بره در لحظه‌ای که خداوند مشخص کرده. و لذا خلقت آسمان ها و زمین خیلی بزرگتر و مشکلتر نسبت من شما انسان ها. بر خداوند مشکلی وجود نداره، از خلقت مردمه. و بارها شده که در فرهنگ قرآن آسمان ها و زمین شامل همه این هستی میشه، یعنی کائنات. و وقتی که انسان از کائنات حرف میزنه، از خلقت حرف میزنه، نباید با توهم و با نظریه‌های خودش بره سراغش، با تخمین‌های خودش، با فرضیه‌های خودش یا با نظریه‌های بشری. بلکه این چیزی نیست که در کارگاه‌ها و در آزمایشگاه‌ها بشه به سراغش رفت. شما پیدایش آسمان‌ها و زمین رو نمیتونید در آزمایشگاه پیدا کنید. ولی کافیه که
ببین که خالقی که هستی رو خلق کرده از تو چه میخواد، راجع به این هستی چه گفته. ولذا میفرماید در سوره اسراء ولا تقف ما لیس لک به علم، اون چرا که درش دانش ندارید الکی روش وانیستا، الکی ازش حرف نزن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، چشم و گوش و دل همه مسئولن. اگر روحانیت زندیق مدعی تشیع همین آیه رو میخوند حرفی از امامت نمیزد، حرفی از موهوم بازی نمیزد. اگر خضر پرستان مدعی تصوف این آیه رو میفهمیدن حرفی از خضر و پیر و پاتال و قلندر و هارت و پورت و اغراب خوردن و لامپ خوردن نمیزدن. ولا تقف ما لیس لک به علم، هیچ علم و علم یقینیه، چرا که علم یقینی ندارید راجبش حرف نزنید. ولسا خداوند سبحانه و تعالی اذهان غیر منضبط و از اینکه بیهوده خودشو به زحمت بندازه منع کرده. ولذا اینجا دو مطلب ذکر کرده، یکی اینکه کیفیت خلقت انسانه. آیا انسان از مثلا از بوزینه خلق شده؟ چون که گمراهان بشری میگن بعد این بوزینه پیشرفت کرده. خدا میگه این مسئله به تو مربوط نیست، اصلا درش دخالت نکن، خالق منم تو نیستی. الکی خودتو به زحمت ننداز، الکی بشریتو گمراه نکن، الکی مردم در سر ننداز با فرضی هایی که مردم به ضلالت میکشونه. و یکی از این ضلالت های بزرگ جمهوری اتحاد شوروی بود که دنیا را به چه مصیبتی مبتلا کرد. بر اساس همین نظریه داروینیسم، خدایی نیست. وقتی خدایی نیست مردم بوزینه خلق شدن، چرا مثل گرگ جان هم دیگه نیفتن؟ و موضوع دوم خلقت آسمان ها و زمین. آیا زمین جزئی از خورشید بوده بعد ازش جدا شده؟ از کجا میدونی؟ چون این سخنی هیچ دلیل نداره، فرضی هایی بیش نیست، این اون میگن. هر موقع این فرضی ها و نظریه های گمراه کننده رو شنیدید این آیه یادتون باشه. خداوند در سوره کهف آیه 5 میفرماید ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، من اونها رو بر خلقت آسمان ها و زمین گواه نگرفتم و حتی وقتی خودشون ایجاد کردم خودشون رو گواه نگرفتم. اگر خداوند میخواست که در این مورد چیزی بدونید بعضی از مخلوقات و بعضی از بشر رو گواه میگرفت، لیکن این چون این گواهی رو چون شهادتی رو نفی کرده. ولذا تا قیامت این مسئله خلقت یک معما باقی خواهد موند مگر حرف خدا رو گوش کنید، مگر سراغ دین خدا برید. و دین خدا اسلامه. از آدم تا خاتم دین یک دین بوده. مردم جفتک میزنند و دین ادیان درست میکنند و خودشون مربوطه، سرباز شیطان میشن. اما خداوند جل جلاله و امنواله توضیح داده که انسان از خاک ایجاد کرده، از این خاکی که ایجاد کرده از روح خودش درش نمیده. و از اعجاز بلاغی در قرآن حاکی از اینه که بعضی از جاه طلبان فکری هستن که میخوان منشأ هستی رو بدونن و میخوان اون چرا که از نظریه هایی که خود ایجاد میکنن بیاد از قرآن استشهاد بکنن، قرآن تابع نظریات خود بکنن. یعنی قرآن رو به نفع نظریه های خود تحریف کنن. همین کاری که شیعیان راجع به امامت کردن، باهیان راجع به حولایی کردن در مورد دین، قادیانی ها راجع به مهدویت کردن. همه اینها رحم شوم به ولایت و تفسیرهای باطنی آمدن. بیدینان هم ممکنه همین کار را بکنن. راجع به همه اینها خداوند میفرماند ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ای مردم مواظب باشید، من هیچ کسی رو
راجع به خلقت آسمان ها و زمین گواه نگرفتم، نه امام، نه پیر امام، نه هفتار، نه پاتار، هیچ کسی. ولا خلق انفسهم، حتی وقتی خودشون رو خلق کردم بهشون نشون ندادم چطوری خلقشون کردم، شاهد نگرفتم. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من گمراهان رو برای خودم کمک نگرفتم. گمراه اینجا کیه؟ گمراه اینجا اینه که به شما معلومات غلط بده، به شما نظریه غلط بده. این یعنی چی؟ یعنی گمراهانی خواهند اومد، فرضیه هایی رو مطرح خواهند کرد که هیچ اساسی از صحت نداره، چه داروین باشه چه غیر داروین باشه. ولذا خداوند میفرماید که کسی یواشکی نرفته پیش خدا تا بدونه که چطوری شاهد خلقت آسمان ها و زمین باشه. کسی که چنین ادعایی بکنه بدونی که از گمراهانه. ولذا قرآن به همه دستور میده که لا تقف ما لیس لک به علم، اون چه که بهش دانش ندارید، علم ندارید، یقین ندارید، درش حرف نزن، ادعا نکن. مادامی که خداوند سبحانه تعالی چنین فرموده، مؤمن اینو تصدیق میکنه، ایماندار اینو تصدیق میکنه و تحلیل ها و بررسی ها صدق این سخن خداوند رو نشون میده. خداوند اولا این کائنات رو خلق کرده، بعد سرور این کائنات رو، آقای این کائنات رو که انسان باشه خلق کرده و همه این کائنات رو مسخرش کرده، خودشو نماینده خدا قرار داده. همه انسانیت نماینده خداونده. ببین چه مقام مکرمی خداوند به انسان داده. این بهتره یه بوزینه بودن؟ این بوده یا هارتپورت امامات و امام زمان و بقیه کوفت زهربارهایی که بددینان و زندیقان و دزدان دینی تاریخ درست کردن؟ مقام انسانیت شده مال امام زمان که اصلا وجود نداره، دروغی بیش نیست. این مقام شامخ رو خداوند به انسانیت داده. نه آقا، صالح، ابو صالح، ابو عج، ابو کوفت زهرمار. لیکن این انسان خداوند چنین مقام مرتبتی بهش داده، همه این کائنات رو با این نظامش، با این انتظامش در اختیارش گذاشته. یه اختیاری بهش داده. از همون اول مختارش کرده که با حامل امانت باشید یا نه، مختار باشید یا نه. با این اختیاری که انتخاب کرده تنها متمرد در این هستی است. هیچ مخلوق دیگری متمرد نیست، سرکش نیست. ولذا خداوند برای این سرکش آیه ها قرار داده تا اون چرا که غیبه در این زمین براش ثابت کنه که غیب حقه و براش توضیح ده که ای انسان، من تو رو از خاک خلق کردم، بعد آدم رو از خاک خلق کردم و شما را از آدم، و همه بشریت نسل آدمه. بعد که آدم رو از خاک خلق کرد، از روح خودش بهش دمیده. بعد از اون به ملائکه دستور داد که چه ملائکه‌ای که مدبرات امرن یا حافظانی که حافظان انسانن که به این انسان سجده کنند. و این سجده در واقع اعلان اطاعت از امر خداونده که در خدمت انسان باشن. این انسانی که داستانش از خاک شروع میشه، بعد گلولا میشه، بعد مثل یک کوزه همه مسنون میشه، بعد مثل یک کوزه خشک میشه. خداوند بهش از روح خودش درش میدمه. وقتی که اجلش هم تمام بشه، اولین چیزی که از این جسم میره بیرون روحه. بعد جسمش سفت میشه، بعد دفن میشه، بعد خاک میشه. بعد آبی که در بدنشه به زمین میره، بعد استخوان‌ها میمونه، بعد آخرین چیزی که خاک میشه استخوان‌هاشه. این بنیانی که ایجاد شده، هر اونچه که در آخر خلق شده اول از بین میره. و اینها همه صدق سخنان خداونده که کیفیت خلقت انسان به انسان یاد داده.
خب تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که بقیه رو در جلسه 4 اگه خدا توفیقی داد و عمری داد ادامه خواهیم داد. آقای هدایت شده هیئتی، زحمتاتون خیلی متشکرم. کاش که بتونید 3-4 ساعت قبل از برنامه این کلیپ ها رو بفرستید، خیلی بهتر میشه اگه بتونید. آباد کنند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید که خیابان کشی کنند یا اسفالت کنند. اگر یه همچه حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشد، گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب و نه سایرین این مسائل را پیش بیارند. اینجا داره تقیه میکنه برای که شخصیت آخوند زندیق مدعی تشیعی که برای آخرین بار مجلسی ملعون برای 4مین بار تحریفش کرد و تغییرش داد، اینه که اونقدر تقیه بکنی که مثل یک پارچه کهنه شده باشی. یک از عباراتاش اینه. خب اینجا داره آقای خمینی هندوزاده تقیه میکنه برای که سر مردم کلاه بذاره. به این حرفاش هیچ اعتقادی نداره، همچنان که صدها دروغی که گفته اعتقاد نداشته. خب اگر آرزو چنینه که چنین حکومتی درست کنی، چرا از اول شروع به کشتار کردی؟ مگه مردم از عدالت میترسن؟ ایناش طالبان بار دوم اومدن از اشتباهات سختگیری بار اولشون عبرت گرفتن، کشتار شروع نکردن. میتونستن همه را بکشن، میتونستن امریکاییایی که 20 سال اونا رو کشتن همه را قیمه بکنن، لیکن دست چون کار احمقانه‌ای نزدن، دست یک کار بسیار بسیار عاقلانه زدن که دشمنانشون رو معاف کردن. و هنوز که هنوزه من میشنوم که سفراشون اینجا و اونجا با رهبران سابق در تماسند که برگردید بیاید کشور را آباد کنید. عقل اینه. شما جز کشتن چیکار کردی؟ ایناش ملت الان بر علیهت بلند شده، فردا ببین که سر قبرت اونقدر توف بزنند که آب ببرته. در عربی مثالی هست، میگن که حبل الکذب قصیر، ریسمان دروغ کوتاهه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که مؤمن هر صفتی میتونه داشته باشه، هر صفتی. یه مؤمن رو میبینید عصبی مزاجه، یکی میبینید نرم مزاجه، یکی رو میبینی تنده، یکی رو میبینی کنده، یکی رو میبینی خندانه، یکی رو میبینی گریانه، مثلا عرض میکنم. لیکن جز 2 صفت، دروغ و خیانت. دروغ نمیگه. وقتی دروغ گفت و خیانت کرد مؤمن نیست، منافقه. دروغ و خیانت از اصول اساسی مدعیان تشیعه. دروغ که 9 دینشون دروغه، خودشون به اعتراف خودشون میگن. خیانت که ببین همین آقای خامنه‌ای از همقطارانش کی هست؟ رفسنجانی که نزدیکترین فرد بهش بود کشتش، و بقیه یا زندانند یا کشتند یا در بدرن. این اشکال نه در خمینی نه در خامنه‌ای، اشکال در اصل این افکار پلیدی است که از باطنیه هست، در به نام تشیع به خورد مردم دادن و هیچ ربطی به آل بیت نداره. والله بالله تالله این مذهب آل بیت نیست. این مسائل از اینجا پیش آمده است که دولت‌ها اسلامی نبودند، اجحاف می‌کردند. خب اینا سریشمه.
اینا شیر مالیدنه. دجال جماران اینطوری سر مردم شیره میماله. ولذا فعالان مذهبی اهل سنت دوباره فریب نوکران شرق غرب نخورند، فریب سخنان شیرین این اونو نخورند. المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين. یک مؤمن از یه سوراخ دوبار نمیفته، دوبار در یه سوراخ نمیفته، دوبار یک اشتباه رو تکرار نمیکنه. وقتی بین تهران و پاو فرق نباشد، بین اصفهان با خدا لعنتت کنه، الان فرق نیست. نفرین خدا بر تو، بر خلیفه، بر جانشینت که خامنه‌ای باشه. نفرین خدا و ملائکه و صالحین بر هر دوتاشون باد، هر دوتاتون باد. الان فرق نیست. ملت کرد شده کوره بر، ملت بلوچ شده سوخت بر. اینا فرق نیست بین تهران و بین مرزها، بین اهل سنت و بین مرزها، بین مرکز هیچ فرقی نیست. نه رضا میگه درگو دشمن خداست. ترکمن، محل ترکمن ها فرقی نباشد در حکومت کردن، در قضاوت کردن، در اجرا. اسمها را بلد نیست. اسمها را بلد نمیگه ترکمن سهرا، محل زندگی کردن ترکمن. بله. قوانین در اجراء برنامه ها، اون وقت چه نظری دیگه هست به این که ما محل دست خودمون باشد یا دست اونها باشد؟ یعنی با این بهانه این دجال جماران، این فریبکار میخواد خودمختاری نده، دست خودشون نباشه، برای که همه پیرو ولی فقیه باشن، نوکر و برده ولی فقیه باشن، برن پرچم بتخانه رو برن در سراوان پخش کنند و خشتک این آقا رو برن در کجا آباد پخش کنند که مردم تبرک بجویند. این حرفا از اینجا پیدا شده است که ظلم شده است. نه بعد الان که ظلمی نیست، الان که فرشته است اصلا. الان ایران جنت اصلا. ظلم کجا بابا؟ مردم ناشکرند، بخصوص شیعیان خیلی ناشکرند. شما شیعیان محترم، شما ببین یه عدلی براتون آورده که عدل علویه. عدل علوی که شیعه وعده داده همیشه اینطوری بوده. دروغ هرچی پیش اینا بزرگتر شیرینتر. حالا چون این حرفا پیدا شده است، خب ناچار ما هم تا یک حکومت اسلامی به همون معنایی که میخواهیم پیش نیاید، برای اینکه آقایون خیال نکنند که بنای بر این است که خیر یک حکومت مرکزی هر کاری دلش میخواد بکند، با هر قشری غالبا هر کاری میخواد بکند. ما هم بنای بر این داریم که امور هر طرفی، هر جایی، خود اهالی اونجا، خود اون کسانی که در اونجا قرار داده میشن، امور اونجا را خود اونها راجع به این امور تعمیر و راجع به امور زراعت و بله بقیهش در راجع به این امور تعمیر و راجع به امور زراعت و راجع به امور مثلا شهرداری و راجع به تعیین مثلا بعض از اجزا خودشون تعیین کنن. و این من به همه دارم عرض میکنم، این را تا اون وقتی که حکومت اسلامی اونطور که دلمون میخواد حاصل نشده، شما میل دارید و ما هم تقدیم میکنیم. ولی بدانید اون روزی که حکومت اسلامی پیدا شد، ولذا اول انقلاب برای که مردم به دست بیاره این فریبکاری ها را کرد. یه استانداری مثلا از بلوچستان گذاشت، چند ماهی البته بعد برش داشتن. در کردستان همچنین وزیر هیچ موقع نگذاشتن.
کردا هم میگن حاکم میخواد بیاد، فارس هم میگن حاکم میخواد حاکم بشه، عرب هم همینا میگن، همه همینا میگن. دروغ. آیا در صدر اسلام یعنی از خودت داری حرف میزنی، داری دروغ میگی. صدر اسلام رو با خودت مقایسه میکنید. تو صدر اسلام رو تکفیر میکنید. تو کجا صدر اسلام کجا؟ در صدر اسلام وزیر اعلام، وزیر ارشاد که مؤذن باشه، یک سیاه بلال حبشی بود. در کشور شما اینطوری بوده؟ این مطرح بوده است که یک جایی خودشون برای خودشون تعیین کنن کسی را، نبوده برای اینکه اجحاف نبوده، بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی که حکومت کنه. خب اگه اجحاف نبوده چرا تکفیرشو میکنید؟ اگر اجحاف نبوده چرا میگه که ارتد الناس الی بعد نبی الی ثلاثه؟ بعد از مردم همه، بعد از پیامبر همه مرتد شدن جز 3 نفر یا 5 نفر. ای خدا نفرینتون کنه با این دروغ هاتون. یه جایی را از جای دیگر فرق بگذاره مگر اون وقت که انحراف پیدا شد. اگر یه همچه حکومتی ما فرض کنیم در یک کشور، امکان نداره تو همچین حکومتی درست کنید. اونا تربیت شدگان پیامبر بودن، تو تربیت شده فراموسون ها هستید. خودتو با اونا مقایسه میکنید؟ مذهبی رو که از اصولش، فروعش همش از ابن سبا گرفته تا خودت دشمنان اسلام ایجادش کردن. سایه کلیسا و کنیسه تو آتشکده درش هست، فرهنگ کلیسا و کنیسه تو آتشکده درش هست، عقایدش عقاید اونهاست. خودتو با اصحاب محمد مقایسه میکنید؟ خودت با تربیت شدگان محمد صلی الله علیه و آله مقایسه میکنید؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ شما کجا اونها کجا؟ ولی این سیاه‌بازی ها رو در میاره که مردم فریبی کنه. کشوری پیدا شد که نظر حاکم به حسب تکلیف الهی مکلف است، به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همه اهل کشور را با یک نظر نگاه کنند. خب چرا عمل نمیکنی؟ الان 42 سال گذشته، کجا شما همه اهل کشور را با یک نظر نگاه میکنید؟ آیا قانون تهران مثل رفتار دولت، عملکرد دولت، آبادانی دولت در شهرهای بزرگ شیعه نشین مثل کردستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا و توالشه؟ هر کسی میدونه نه. هر مسلمان و کافری میدونه نه. تمام اهل کشور را برادر خودش میبینه. ای والا برادرن، واقعا برادرن. در اجرای قانون ما بین حاکم و محکوم یک جور باشه. بله، وقتی قانون رساله عملیه شما باشه، تحریر وسیله شما باشه، همه جورن، معلومه. گردن همه رو باز زد. هر کی با تو مخالفت کرد باید گردنش زده بشه. در پروژه هایی که درست میکنن، بفرمایید پروژه ها. پروژه ها آقایون، برای تعمیرات، برای هر چیزی همه جا مثل هم باشه، به عدالت باشه. آیا اون روزم باز فرض کنید که کردستان میگه که برای ما خودمون چی باشه؟ خب چرا این کار نکردید که نفرین خدا بر دروغگو باد؟ چرا این کارا نکردید؟ چرا مفتی زاده رو کشتی خدا رحمتش کنه؟ چرا این همه برادران کرد ما رو کشتید؟ اینکه ناراحتی دیدن این حرفا میزنن. اون روزی که حکومت اسلامی به اون طوری که ما میخوایم، خدا میخواد، خدا از شما و از حکومتت بیزاره. خدا و رسول از شما و از حکومتت و از مذهبت و از عقایدت و از عملکردت بیزارند. تحقق پیدا کند همه برادر با هم هستند و بله. اینو میگن دجالگری، اینو میگن فریبکاری، اینو میگن نیرنگ، اینو میگن تقیه. این از اصول مدعیان تشیع. آقای پهلوان فرنام مازندرانی، سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. متاسفانه 3 سال درگیر یک مشکل بزرگ خانوادگی هستیم، واسمون دعا کنید.
خداوند مشکلات ما و شما را حل کنه و مشکلات بینندگان محترمون را. آقای شریف نارویی. وملا ومولي وده سری من بر گپ میزنی. ملت تلبیس ابلیس میکنی، نه افراط میکنیم نه تفریط میکنیم. تو افراط و خدا رحمتش کنه مولانا متوکل که تعصب صوفیگری سیفی باعث شد که یا خودشون ایشونو قتل رسوندن و خداوند انتقام خونش را از اینها از همفکرانشون بگیرد. تفریطات داری. افراط چی نمیگه؟ افراط تو میکنی یک شخص برابر مقام پیغمبر تلقی میکنی. اشخاص دیگری که صاحب علم و فضیلت است سخنش به باد هوا نمیگیری، از دروغ میگی که 4 مذهب قبول دارم. دروغ چرا میگی؟ حقانیت و سنگین بودن مذهب خدا با زیاد داشتن پیروان ثابت میکنی یا با قدامت تاریخی؟ جناب عالم هستی به ملت بگو منبع دین ما کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سلفی ها چی میکنه؟ راستا نبگوی. با کل علمای امت احترام قائل است. هر عالمی که از حنجرش سخن موافق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیده چشم قبول داره، احترام داره. شما قبول نداری. یک عالم گرفته کدام وحی آسمانی داری؟ لمورد یک عالم ضمانت داده میتونی که خطا نشده باشه؟ چطور مردمه بیچاره عوام که سخنی تو را بشنوه بشنوید مسجد مکی، بشنوید تعصب یک مذهبی را حاکم نکنید بر مدرسه و بر زاهدان و بر بلوچستان. چقدر زیبا سخن گفت. این طرف تفریط است. تصوف کی میگه کی نیست؟ تصوف هست. کدام تصوف؟ تصوف چی را میگه؟ جناب موریس تصوف چی؟ کدام اصطلاح هست؟ کی پیدا کرده شد؟ چی میگیره؟ بگو تزکیه هست در دین و تزکیه نصابش قرآن و حدیث است. تزکیه به خود نصاب داره قرآن و حدیث. امروز که به نام تزکیه اگر کسی نشست خود مرشد معرفی میکنه، یک روز نه قرآن خونده نه حدیث خونده. بفرمایید. بدی سند برم. امروز از ثابت نمیگم او کسی را که تو برای ما سند پیش میکنی و محدثین بودن. حسن بسری رو تو پیش میکنی خب محدث بود، مفسر بود، روایت تفسیر داره، حدیث داره. تو از این جنابی که به نام پیر و تصوف معرفی کرده ای، تو ایره برای ما سند بده که در کدام مدرسه سند گرفته از قرآن حدیث که تزکیه بکن. ابن قیم و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله را او را پیش میکنه. ابن قیم رحمه الله بسیار کتابا داره در مورد تزکیه داره، در مورد اصلاح قلب داره. توی در اون منهجی که ابن قیم و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رفته، شما رفته؟ شما خود دینتان مجموعه خرافات و بدعات است. سنت دیده نمیشه. او کتاب سر بدعت نوشته کرده، رد کرده. تو بدعت احیا کرده رویستی. عجیب نیست؟ او ماموری صاحب، او جناب عالم صاحب، هیچ وقت تلبیس نکنی. ای عوام بیچاره را فریب نده. عوام بدانانه که دین چی است، حق چی است، چی را باید اصلاح بکنیم. ما قلب باید اصلاح بکنیم. پاچاست سر اعضا. من میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خو اصلاح قلب از کجا پیدا میشه؟ اصلاح قلب که در درس قرآن بشیم. اصلاح قلب وقتی میشه که در درس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بشیم. امروز ما در درس حدیث کوتاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخص میاد، ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه، جاء رجل، یک شخص آمد، فقال، گفت یا رسول الله اوصنی، پیغمبر علیه السلام برای ما وصیت بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لا تغضب، غضب نکن. فردد کلامه، این آدم بازم گفت که برای ما وصیت بکن.
پیغمبرم تکرار کرد کلامه که لا تغضب. اصلاح قلب در کجا شده؟ در کسی که صاحب وحی است. اصلاح قلب در اونجا در مغاره نشینا نرفته. در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار مغاره نشینا بودن، از نصرانیت باقی مانده بودن. کسی برای تزکیه در اونجا نرفته. در اونجا که رفته پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم رفته، پیش از او رفته، از او سوال کرده، او حالات مخاطب میدانست. ای آدم چی مرضی داره، مثل دکتر واره، علاج درست دقیق برش میده، علاج درست برش میده. ما سری اعضای خود ظلم میکنیم، سری قلب خود ظلم میکنیم. چقدر از کار همه با شما خدا رحمتش کنه و شهادتش را بپذیرد و فرزندانش را، فرزندان شهدا را در راه آبائشان و در راه کتاب و سنت قرار بدهد و از قاتلانش انتقام بگیرد. آقای شاهوزایی از بنپور، شما کلیپ فرستادید، موضوعشو ننوشتید. خواهش میکنم موضوعشو بنویس. از همه دوستان بارها تقاضا کردم کلیپی که میفرستید موضوعشو بنویسید. سلام بر ملت شریف ایران. آقا ماشین سرخونه چرب شده با بار مرغ، ببینید هیچ که نیست. این هم از 8 کیلومتری پیگل. همه کمک کردن، جمع جورش کردن، گذاشتن بغل، هیچ که حمله ور نشد. نگاه هیچ که نیست دور برش. خداتون مرغ اینجایه. حالا توی گرونی مرغ که مثل طلایه، بندگی بلوچستان حمله ور میشن. این هم از ماشین و اینا نکن مرغا، مرغ دیدی برادر؟ هم جناب سروان واسطاده، هیچ که نیست آقا، خلوت. درود بر ملت بزرگ بلوچستان. الان خود جناب سروان بیچ کار میکنه. حامیها حرامیها. سلام آقای دکتر، بنده چند سال ازدواج کردم، متاسفانه بچه دار نشدم. الان پزشکان میگن تنها راه بچه دار شدن لقاح تخمک یک زن دیگه با اسپرم بنده و انتقال آن به رحم همسر بنده می باشد. این کار که تخمک های اهدایی می باشد، حکم شرعیش چیست؟ اشکالی نداره؟ نه، وقتی در رحم دیگری باشه بچه شما میشه ولی غیر شرعی، برای که در رحم دیگری است. اما اگر در رحم خود خانم تو باشه اشکالی نداره. خداوند به شما فرزند عطا کند و این مشکل بزرگ شما را حل کند. این سوال تحقیق میخواد، این سوال جواب ابتدایی بنده، لیکن تحقیق میخواد. آقای جعفر امینی از کردستان، علیکم السلام دارم. امیدوارم در انجام ماموریت خطیر خود که همان اطلاع رسانی و آگاهسازی مسلمانان به منظور پرهیز از افراط و تفرید و شرک و خرافه این باشد موفق و مؤید باشید. خدا به شما خیر بده. سوالی داشتم، لطفا در مورد وضعیت فعلی طالبان و حکومت آنها مقداری توضیح بفرمایید که آیا این شیوه فعلی به کار گرفته شده مورد قبول دین اسلام می باشد؟ ولی هنوز که اینها اول کارشونه، یعنی من عموما تاییدشون میکنم، گاهی که اشکالی و ایرادی باشه هم ذکر میکنم. اینطوریه و هدفشون اسلامه بدون شک. امروز دنیا اسلام نمیخواد، ولذا همه دولت ها به خاطر فشار امریکا نمیتونند کسی اینا رو به رسمیت بشناسه. اونا هم اعلام کردن که ما با امریکا دشمنی نداریم، لیکن امریکا قدرت خودشو داره.
آقای محمد از زابل. سلام پدر جان، صدا قطع وصل میشه. والا پیش من نمیدونم. محمد از زابل. سلام پدر جان، صدا قطع وصل میشه. اینجا که بد نیست، نمیدونم. آقای علی از چابها، شما فقط سلام کردید و علیکم السلام. آقای سلطان سلیم، دلایل زنده بودن حسین عبدالباقی. حسین عبدالباقی کیه؟ در این کلیپ اثبات میکنیم حسین عبدالباقی مالک متروپول زنده است و مسئولین او را متواری کردند. روز حادثه دادستان آبادان اعلام کرد حسین عبدالباقی بازداشت شده. مهر، ایرنا و باقی خبرگزاری‌های حکومتی این خبر را منتشر کردند. اما خبرنگارای محلی که شاهدانی داشتند که متواری شدن او قبل از خراب شدن متروپول دیده بودند، خبر بازداشت رو دروغ دونسته و خواستار انتشار عکس او در بازداشتگاه شدند. بعد از اون بود که دادستان آبادان ساعت 3 صبح خبر دستگیری عبدالباقی رو تغییر داد و گفت جسد اون از زیر آوار بیرون کشیده شده. سوال: پس کسی که دستگیر شده بود کی بود؟ بلافاصله خبرگزاری‌های حکومتی دست به کار شدند. دقیقاً ساعت 14 سوم خرداد همه با هم متنی با انشا و کلمات یکسان منتشر کردند که اما روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار ساختمان متروپول آبادان با دستور دادستان آبادان دستگیر شده است. این در حالی است که دادستانی دستور دستگیری این فرد را صادر کرده بود و اظهار نظری در خصوص دستگیری مالک ساختمان نداشته است و در همان خبر آن خبرگزاری نیز صرفاً در تیتر اشتباه صورت گرفته است. چی شده؟ خبرگزاری‌های رسمی از دست هم متن کپی میکنن یا سیستم اطلاعاتی یه متن برای همه ارسال کرده برای لاپوشیدی کردن دروغ مرگ عبدالباقی فراری داده شده، اونم پس از خبر دستگیریش. تو لیست کشف شده ها هم اسم حسین عبدالباقی رو گنجوندن و سنش هم 35 سال ذکر کردن. حق بدید، دست تنها و دست باچن. حسین عبدالباقی واقعی متولد 1360 و 41 ساله است. حالا عکس جسد کجاست؟ مسئله همینجاست که عکسی در کار نیست. در روایت دادستان صورت و دستای اون چنان متلاشی شده که قابل شناسایی نیست، حتی اثر انگشت هم نداره. اونا با مدارک درون جیبش شناسایی کردن. این عکس جسد متلاشی شده ماچ رو هم منتشر کردن که گویا اصلا سر نداره و له شده، اما کارتا و پولهای درون جیبش خاکی هم نشده. جواب مردم به این بازی ها یه جمله بود: صدا و سیما هم دست به کار شده تشخیص هویت اون چه ما فقط تو کیسه جسد دیدیم رو به گردن برادرای هنرمندش انداخت. اومدم جسد عقبی ما رو کردم. جسد مات شده اصلا سر نداره، چه چیزی رو شناسایی کردی؟ دو روز بعد رسانه‌های حکومتی ویدئویی رو منتشر کردن که در اون شخصی که گفته میشه حسین عبدالباقیه چند دقیقه قبل از ریزش این ساختمون وارد این اتاق میشه. دروغگو کم حافظه است. مگه عکس جسد بدون سر با شلوار جین آبی رنگ نیست؟ این که شلوار توسی باشه. عبدالباقی بعد از ریزش ساختمون لک شده، بعد شلوار جین پوشیده. دروغای کودنانه و بی‌برنامه حکومت، عدم موافقت پزشکی قانونی برای جا زدن جسد لک شده به جای حسین عبدالباقی و شاهدان عینی که خروج حسین عبدالباقی رو قبل از ریزش ساختمون دیدن کنار هم بذارید. بله، درست متوجه شد. الان میگن قطع وصل درست شده، مشکلی نیست. چطوری تحقیق کن؟ نه، من باید تحقیق کنم نه شما. دقت میکنی؟ جوابی که من دادم این جواب ابتدایی بنده، لیکن برای اطمینان بیشتر میتونم تحقیق کنم. تخمک زن دیگر هست که با اسپرم این جانب لقاح داده شد ولی به رحم همسر خودم منتقل شود. بله. عرض کردم چون بار زن دیگه جایز نیست.
جواب ابتدایی بنده همینه. آقای اشکنام هدایت شده آخر سواد. سناریست ها و طراحان این راهبردهای کور، سناریست ها، این دهقان کذاب، در آن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور میزند. این مثلث شد. این مثلث شد، مثلث که 3 ضلع داره، خاک بر سر. اولین مخترع مثلث 4 ضلعی جهان. بله. سناریست ها و طراحان این راهبردهای کور، در آن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور میزند. کشور با سواداست دیگه، کشوری که امامش خمینی باشه که به سناریست ها و طراحان این راه مسخره کردن شاه توسط خمینی به دلیل طرح استفاده از انرژی خورشیدی. بله، الناس اعداء لما جهلوا، مردم آنچه را که نمیدونند. یه مثال ضرب المثل مشهوریه، جاهلان دشمن اون چیزی هستند که نمیدونند. این کافی معلومه، اینا میخوان که تمام مخارج ما را ببرن و این ملت بیچاره بعد از اینکه نفتش رفت و منابعش از بین رفت بعد چی باید بکنه؟ خدا میدونه چی باید بکنه. این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بگیم. از چیز خورشید ما چیز بگیریم. از چیز خورشید ما چیز بگیریم. بفرمایید آقا. فارسی فردوسی کو جواب فردوسی این فارسی رو بشنوه دق دل میکنه. نفتی رو نمیشه روشن کنید، شما خود از خورشید قدرت بگیرید، چیز بگیرید. حرفا یعنی حرفا برای اقفال مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مکتب نگهش دارن. اینها با قدرت های خودشون در داخله هم هر کس که بگد که این باید بماند یا خوب است بماند، این خائن است که میگه خوب است بماند، برای اینکه در داخله همه دیدن که این شخص چه میکند و با مردم چه کرده است و با مخازن ما چه کرده است، با مال ما چه کرده است، چقدرها اینها در خارج این عائله چقدرها از مال مردم گرفتند و در خارج الان ویلا دارند و مهر دارند و چه دارند و چه دارند. همه اینا از مال ملت بود. ما رضا خان را دیده بود، یه سرباز لختی آمد و حالا شده است هر یکیشون میلیاردها شدن. این از مال همین ملت و در همه شرکت ها اینها شرکت دارن. هر شرکتی که در ایران تأسیس شده یه مقدارش هم مال اینها هست. از نفتم که الان سپاه چی؟ خامنه ای چی؟ همینطوری دارد میدد به اونها، یه مقداری میگیرن مقداری کم میگیرن. بله. آخوند ملعون داستان روی آب رفتن یهودی با یا علی و روبرو شدن یهودی با خود علی. بفرمایید. مذهبی که ابن سبا درست کنه بهتر از این میشه؟ گفت آقا جان شما از من سریع شما رو آب میمدید مثل این که روی همش داستان الکی پول میومدی. شما کی هستی؟ آقا فرمود تو چه دینی داری؟ حالا به ظاهر بگی ولون کی میدونه است. از کرد من یهودیم. آقا فرمود تو چطور رو آب راه رفتی؟
خب من یه اسمی رو بلدم آقا. بله. این اسم کیمیاست. هر کجا گرفت کیمیای شرک، تا این اسم رو ببرید، تا غیر خدا رو بخونید، از اسلام خارج شدید، به شرک داخل شدید. هر که میخواد این غیر خدا، هر که میخواد باشه. دار میشم، اون اسم رو به زبان میبرم، رو آب راه میرم. فرمود میشه اون اسم پس خودتون چرا راه نمیری رو آب؟ بگی؟ گفت اون اسم کیمیای منه، اسم اعظم منه. بفرمایید. گفت تو مال کجایی؟ گفت من مال یهودیای خیبرم. مال یک روز مال یهودیای خیبرم، نه از یهودیای خیبرم، مال یهودیای خیبرم. آخوندهای ملعون فارسی رو لهله ورده کردن. قلعه خیبر نشسته بودم، خب دم 7 قلعه به لرزه آمد. سوال کردم چه خبره؟ گفتن یک آقای داماد رسول الله، اسمای چندی داره. خب پس چرا خود رسول الله که بالاتر از اونه از این اسم استفاده نکرد؟ یک اسمشو من یاد گرفتم، از اونجا فرار کردم، بودم در اطراف کوفه. هر وقت میخوام خب چرا فرار کردی؟ با همون اسم بگیرم اونجا بمون دیگه. رو آب راه برم، اسم اون آقا رو میبرم. فرمود میشه اون اسمو من بگی؟ من اسم اون آقا رو در خیبر یاد گرفتم، نامیش علیست. بفرمایید. اما تو مثل این که از من افضلی، تو چی بلدی؟ تو رو آب اومدی، آب زیر پا صفر شد مثل یه تیکه سنگ. فرمود اگه اون علی را ببینی میشناسی؟ عرض کرد نه آقا. فرمود انا علی ابن ابی طالب. خب پس چرا خودش رو آب راه نرفت؟ انا علی ابن ابی طالب، چرا خودش رو آب راه نرفت؟ آب راه رفتن پیشکش شما. چرا شیعه ملعونش که بعدم بهش خروج کرد به اسم که اون ملعونی که کشتش ابن ملجم، چرا اونو نشناخت؟ آب رفتن به جا خودش. این عبدالرحمن ابن ملجم ملعون که او رو کشت، ترورش کرد، شهیدش کرد، حداقل جلو اینو میگیره. آب راه رفتن الان اون حجی مجید و کرجی چیز دیگریه. افتاد رو پای آقا، هر شد اشهد ان لا اله الا الله. شهادتین. کار تموم شد. خب شهادتین گفت؟ نه. پس چرا 3 تا شهادت نگفت؟ مگه قرار نبود که شما پس این شیعه نبوده؟ این شهادتین گفته؟ سخنان آخونده همش دریای تناقض. خدا نفرینشون کنه، خدا نفرینشون کنه با این دروغ هاشون. آخونده ملعون، زیارت قبور و رایت دروغین. بله با حضور در این مکانهای مقدس، این شرکخونه ها شده پیش اینا مقدس، بتخونه ها شده پیش اینا مقدس. روح ایمان و امید به آینده و تقرب الله برای همه بندگان خدا حاصل می شود. دروغ محض. این اماکن شرک، جایی که غیر خدا خونده میشه، جایی که استمداد از غیر خدا میشه، از زناخونه ها، از معصیت خونه ها، از شراب خونه ها میلیون بار بدتره. برای شرک بالاترین گناهه و رفتن به این جهان نادرسته. از طرفی روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمودند که من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا یکتب له. همش دروغ های خروارها دروغ درست کردن به اسم صادق. عرض کردم او صادق است و مدعیان تشیعش کاذب. او ثواب و زیارتنا، هر کسی که نمیتواند به زیارت ما بیاید، صالحان از دوستداران. پس چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نهی کرده کسی برای زیارت قبرها بره، سفر بکنه؟ لا تشد الرحال الا 3 مساجد. پیامبر بلد نبود و شماها بلدید؟ ما را زیارت کند تا ثواب زیارت ما برای او نوشته بشود. بله. دجالان
دجالان امام تراش آقای ما فقط با مسواک زدمش محمد فارس. الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب. فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سألوه أن يحضر هذا المسواك فأحضر المسواك وإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف. كذاب. مراد السلف أن الضرب ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا. قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. ضرب لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. بعض السلف قال بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوبه فقط ليظهر أنه غضبان وأن هذا الأمر لا يرضيه. أما أن يجلدها جلد العبد، يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده فهذا حرام، سيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. زندگی لاکچری یکی دیگر از بستگان خمینی در آلمان. به دوست بیننده‌مون بگید ازدواج مجدد بکنید، خداوند براش میسر کنه. عدنان طباطبایی، بسیجی مدافع ولایت فقیه، مقیم دوسلدورف آلمان و گیتاریست سابق گروه موسیقی هوی متال. ایشون پسر صادق طباطبایی، سخنگوی دولت بازرگان، خواهرزاده امام موسی صدر و برادرزن سید احمد خمینی هستند. عدنان طباطبایی روزها در CNN و دویچه وله به عنوان کارشناس مستقل مسائل سیاسی به زبان انگلیسی و آلمانی روی جنایت‌های جمهوری اسلامی ماله میکشه و آرمان‌های امام رو زنده نگه می‌داره و شب‌ها در دیسکوبارهای دوسلدورف آلمان گیتار میزنه. صادق طباطبایی در جریان یکی از سفرهایش به آلمان غربی به منظور خرید تسلیحات نظامی برای جمهوری اسلامی به جرم قاچاق نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک در فرودگاه دوسلدورف دستگیر میشه، ولی با کمک پاسپورت دیپلماتیک آزاد میشه و به سرعت به ایران برمیگرده. عدنان همراه پدر رو در پیش گرفت و مشغول مالکشی برای جمهوری اسلامیه. مالکشایی که تعدادشون کم نیست و خطر اونها حتی از اصل ولایت فقیه هم بیشتره. این موسی صدر سیگاری رو که شما دیدید، عرض کردم یه دفعه من در مدینه منوره وقتی که اونجا داشتم درس میخوندم دیدمش که جلوش مهر نذاشته بود، یه برق گذاشته بود. ازش سوال کردم که آیا علی اینجوری ورق گذاشته؟ یا نگاه کرد جواب نداد. مدت ها گذشت، تو اون موقع هم نگهبان داشت، یعنی از طرف دولت عربستان. مدیر دفتر شو دیدم، یه پاکستانی بود. ایشون وقتی دید من ایرانی هم دلشو باز کرد. این موقع ناپیدا بود، موسی صدر ناپیدا بود. غالبا قذافی از قذافی پول گرفته بود و ایشون بود که شیعه رو به اصطلاح که زنده کرد در تشیع و با همکاری ساواک البته در جنوب لبنان. تا اون موقع قبل از موسی صدر چیزی نبودن. بعد
گفت که حاج آقا هر روز یه از این لبنانی ها یکی رو مطعم میکرد. مقصود که انسان چنین انسانی بوده. بعد منم خندیدم، نگفت ایشون نمیدونست که من چه فکری دارم، چه عقیده‌ای دارم. بعد میخواستم ازش بشنوم. خب وقتی جایزه پیششون چرا نکنم؟ نعوذ بالله من هذا المذهب. آقای علی لور، چند تا تفسیر معتبر به زبان فارسی و چند تا کتاب تاریخ اسلامی فارسی معرفی کن. همه اینا که شما میخواید در سایت عقیده هست. سایت عقیده مراجعه کن و هر چه دلت بخواد بیش از 1000 و اندی کتاب، چه تفسیر چه تاریخ و غیر ذالک وجود داره و خداوند دستتون رو بگیره. آقای عبدالله از بوشهر، تقابل رضایت خدا به رضایت مردم، شیخ ضیایی خدا رحمتش کنه. تو با خدا رابطت خوب کن، خداوند رابطت با مردم خوب خواهد کرد. حدیث داریم که با اون حدیث برای خاتمه میدم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرمود کسی که در کارها و گفتارهایش رضای خدا را در نظر بگیرد و کار به مردم نداشته باشد، خداوند از او راضی می شود و خداوند به لطف و کرمش مردم را از او راضی خواهد کرد، چون دلهای خلق به تصرف خداست. از خدا دون خلاف دشمن دوست که دل حق در تصرف اوست. بعد رسول الله فرمود و کسی که مردم را راضی کند برخلاف دستور و فرمان خدا در کارها و گفتارش که حساب مردم بکنیم، مردم چه میخواد کار به خدا داشته باشد، خداوند بر او خشمگین می شود و خداوند نیز مردم بر او خشمگین خواهد کرد. بله. خدا رحمتش کنه. خداوند مردگان واحد ما و شما را رحمت کند. آقای محسن هدایت شده، الان درسته ولی موقع تفسیر خراب بود. سبحان الله. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. برای ما مسکین هم دعا بفرمایید. خداوند از گناهان ما در بگذره. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا کسی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست و گوید من چنین دزدیدیم، لب بگوید من چنین بوسیدیم. پا بگوید رفته همراه حرام، گوش گوید چیده ام سوء الکلام. در قیامت هر نهان پیدا شود، خود به خود هر مجرمی رسوا شود. دست گوید من چنین دزدیدیم، لب بگوید من چنین بوسیدیم.
تا بگوید رفته همراه حرام، گوش گوید چیده ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتش گام زن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همان گونه که در جلسات گذشته در مورد حقوق همسر، احکام و مسائل